الان اوکیه. وحید بذار یه بار دیگه وحید جون. وحید وحید آنتنت خیلی داشت ضعیفه. یه وی پی ان روشن کن داداش. زدم رود نیومدی بالا. یک دوست قربونتون برم عزیزم. نت ضعیفه الان. منم یعنی ضعیفم. بعد شما اوکی هم. من ترکیه ام و ایران نیستم و فیلتر باشه. وحید رفتی بیای بیرون تو داداش. سلامتیتون بزنیم تو وحید بیاد. آ فاطمه زهرا. خب خدا رو شکر درست شد. فکر کنم الان بیاد بالا وحیدم. این آهنگم خیلی من دوست دارم. خودمون صحبت میکنیم تا وحید بیاد بالا. آره مراقب پات باش. مرسی بهزاد جون. فدای تو. اون عکس دو نفره‌ای که دارید چقدر تو با شرفی. میگه حواست به پات باشه. وحید اومد. سلام آقا وحید. چکرتم. آقا وحید آهنگ کردی گذاشتی؟ نه هیوا گذاشته. گفتم منم داداش. هتل شرایطان آشنا شدیم. شرایطان میدونی که کجا رو میگم؟ شرایطون استانبول. امین فهمیدم. آفرین. وحید فرشاد یادت تهرانی رو؟ فرشاد کیه؟ تهرانیه. چی شد الان مشکلت هست شد؟ مشکل که اومدم چکاشو بهش گفتم پاره میکنم تو لایف سر بچه ها. رفته از امید شکایت کرده که مثلا اون 200 تومن چکیش داده واسه گوشیه. اگر واسه گوشیه گوشی بینه 75 تومن چرا 200 تومن دادی؟ 6 تا هم شاهد 2 ماه هم تبلیغ علکی. ببین آه نداره چست نداره بو کنه. ماشین مال خودش نیست. زنش یه جور زده دست و پای زنش شکونده داده طلاق گرفت. ببین یک شلواری میخوام ازش در بیارم این رو. یک شلواری میخوام ازش در بیارم. آره نمیشه من آشتیتون بدم آشتی کنید. باید کیره آماز کنی. فتپا رو تو بدی داشت نمیشه کاری کرد دیگه. وحید جون وحید جون این پشتت بعد با یه نفر آشتی کردم اونم عمو داوود بود. عشق منی داشت. تو داشت منی. یادت اومدم دم دیوان تولد اون افشانی بود. بعد گفتی وای بعید بازم تنها اومدی خدای بچه با خواهی هستی. آفرین آفرین. تو خواهی داری وحید جان. تو خدایی بچه با وجودی هستی. نه بابا آقا تو آخرش استانبول کسی پیش ما نمیاد. بیادم 10-20 نفری میان. تو تنها میای همیشه داداش. داداش آخه من اصلا فکر بدی راجع به تو نمی‌کردم باشم. سلامتی خودت. سلامتی خودت. اگه اون دعوای شکل نمیگرفت تا الان اینقدر دوستت نمیداشتم. آفرین آفرین. نخوردم دیگه. بخیر وحید جان الان
بابا یزید تو پشت سرت داره اینجوری میشه، من نمیتونم رو تو تمرکز کنم. بازی درست کردی اینجور نه سرویس. داداش الان من رو تو تمرکز ندارم. بابا امید اومده الان اتاق خوابش یه دختر ببرید تو جا چشش به اونجا بخوره چشاش ضعیف میشه، نمیدونه رو کی بره بشینه. سردر بشه. دارم از پیش عمو امید خدافظی میکنم یه 4-5 روزیه. چرا؟ همسایه ها همه هم دوست هم دارن هم شاکی هن. از صبح لایو استوری صدا به کسی چه ربطی داره لایک میذاری؟ میگن چی؟ وحید چی شد وحید؟ وحید چی نفهمیدم؟ وحید اصلا تو ایران نمیتونی تو خونه بچوسی حتی. الان چی میگن؟ هیچی میگن شما شدید من شدم نقطه بدخیم سرطانی این برج. باشه به چه دلیل؟ به این دلیل که به هیچ دختری شماره ندادم، به این دلیل که همه دوستم دارن میگیم میخندیم، به این دلیل که مدیر ساختمونش خیلی آدم بالیه ولی این طبقه بالایی معمول یه شب آورد در خونه بعدا نذاشتم بیاد تو. دستور بده اونجا بخش منه 5 دقیقه دیگه 10,000 تا آریا شریعه بکنم تو همون ساختمون. همشون آدمای خوبی هم. دور تا دور ساختمونتون همین الان میدم محاصره کنن تو بگی. اصلا خونه من نه، من اومدم اینجا یه ما بمونم حالا 3 ماه آقا شوخی میکنم با همسایه هاتون خوب باش. من حالا شوخی میکنم با همسایه خوب باش. سلام داداش خوبی؟ و مردمدار باش، مردم رو اذیت نکن، صدای موزیک رو بالا نبر، نمیدونم اینا رو رعایت کنی. همسایه هم آدم های خوبی هن. وحید رفت آقا، منم همینجوری هنگ کردم دیدی؟ منم داشتم همینجوری وحید رفت، منم داشتم همینجوری انگار منم مثلا قطع شدم. تو هم قد شدی آخه. نه تو هم خیلی ضعیفی. آقا وحید به خاطر اینکه اینترنتش قوی نیست میسپاریمش دست خدا. آقا وحید عزیزو خلاصه وحید جان آدم همسایه هاشو اذیت نمیکنه. همسایه باید از آدم راضی باشن. صدای موزیک، مزاحمت نوامیس، نصف شب رفت آمد. بیا مورد بالا وحید اومد. وحید تو قطع شدی منم همینجوری شدم. وحید خون از خونه مینداختنم بیرون. آقا همیشه مینداختنم بیرون هرچه میرم. تو استانبول تنها کسی هستی که حالا بالای 3,000 تا خونه داشتی. وحید میگم آدم با همسایه‌هاش خوبه. من از اینجا از مدیریت مجتمع سحر و از همسایگان که تو محل ما هستین خواهش میکنم آقا وحید اذیت نکنید. آقا وحید آدم خوبیه. آقا وحید نه بذار من داداش دارم صحبت میکنم. لطفا با آقا وحید خوب باشین. آقا اونجا محل ماه، بخش ماه، اون پارتی. اینو میدونم. چی؟ این منطقه‌ای که ما هستیم بزرگ شمایی. دستوستم نوکرتم. اون محل ماه داداش، هم دوستای ما هن. آقا وحیدم آدم خوبیه، داشتی منه. هر کی ما رو دوست داره تو اون ساختمون، تو اون پارک، تو اون خیابون به داشت وحید احترام بذاره. خدا وکیلی از این سر تا اون سر دوستم دارم. این همسایه 100%. فقط یه طبقه بالا. اون یه طبقه بالاییه ازتون خواهش میکنیم. ازتون دست خودش دادم. ببین نداره. اگه چه پسر زنه مرد کیه؟ خانواده ما هن. آقا وحید اذیت نکنید.
آقا وحید یه ذره بعد مشکل داره، مشکلش یه ذره حل میشه، نه مشکل ها، یه ذره مثلا سرش جای دیگه است، یه ذره داره به جای دیگهش میرسه. خلاصه مزاحمت نوامیس برای آقا وحید ایجاد نکنید. من نمامی به اول فصل تو کل این برد امید تو شاهدی چند تا میتونستم شما رو بدم آقا ول همه کن رو شماره رو، من دارم میگم مزاحمت نوامیس رو دنبال یه دونه دادم اونم یه شب اومد تا از صبح تو پلیس میز پایگاه 2 غرب تهران خواهش میکنم همتون رفیقای منی، خونه وحید نریزید، وحید اذیتش نکنید. نه بابا داشتی منو دوست دارن داداش، جون تو منو دوست دارن، بچه محلام اونا همه ما مش تا آخر منو میدی لای نه به قرآن داداش، من یه حرف بدی دارم میزنم، میگم اگه منو دوست دارید آقا وحید اذیت نکنید. آقا چی بگم، حرف بدی میزنم؟ نه وحید تو یه لحظه قطع شدی، خب منم همینجوری داشتم نگاه میکردم 2 دقیقه، همه فکر کردم منم قطع شدم، رفته بودم تو کما داشتم نگاه میکردم تو داری کجا میری، استوب شده بودی. نه داوود اضافه کاری سنگین داشتم چی داشتی؟ فیزیکی چیکار کردی؟ فیزیکی شنا زیاد آره. داداش کار خوبی میکنی، 4 دیواری اختیاری. داوود هر من کی تو باید به خدا یعنی یه پازل میشدیم تو دختر بازی آفرین سلامتی. جون ما دارم برعکس میرم، اینو باید برم. سلامتی. هم جاش چیز میخواد حوالالو خب اون موقع آسیا رو حامله میکردیم آسیا رو وحید خب تو معلومه ای دارم چیز میگم وحید تو دنبال حاملگی دادا، تو منم حامله کردی، هم 2 تا بچه اینجا دارم. آمیدم فکر کنم جایدن حامله شد من 6 تا سخت کرده آه، وحید واقعا داری خونت رو عوض میکنی؟ با اینجا امید میاد با هر جا به امید هست خیالت نه این راحت برد صدفی که داری میگی همچین یادگار میری بیرون ورودی چیزا میری تو فرزادی و من 13 سال پیش 12 سال پیش اونجا 9 سال بود خونه داشتم. بعد ولی واسه هم برکت داشته بود این خونه خیلی برکت داشت اینم آدم 100 میلیون توش درآوردی داشت. 600 تومن با همین پیجه توی ما در آوردم خدا رو به خدا شد، خدا رو شد، خدا رو شد. غیر از اون 200 تومنی که تهرانی ازم دزدیده آفرین. داوود به جرئت الان هر کی لایو رو ببینه میگه 2 تا عشق بالای عشقه آفرین آفرین چون تو بیا فیک نبود خودت بودی فقط اون سیگار برگایی که میگرفتی الان هم ندارم. وحید یادته میومدی رستوران این سیگار برگ روشن میکردم، وحید بچه با شرم و حیایی ها، وحید اینجوری نگاه نکنید، بچه همش کچلوار تنش میکنم به خدا، داوود اصلا بچه ای نیست الان این لباس تنشه، همش کچلوار سرمه‌ای سفید مشکی، فقط کچلوار تنش کنه. میومد تو رستوران میدید من دارم میکشم سیگار بعد منو نگاه میکرد میرفت اون که اصلا سمت من نمیومد، میرفت میومد، اصلا بچه فوق العاده بچه مؤدب، نگاه نکن تو گوشی یه ذره چیزه، وحید خیلی بچه با ادبیه. وحید باز آنتنش رفت. اوه وحید آنتن دو من تو میری دیگه اینجوری بیادبی صحبت نکنی. چی میگی؟ حالا بهت بگم داوود من چی گفتم؟ من جان نشستم. نده با ادب باش با ادب باش نده فوش نده الان من باید بگم فوش نده آقا با ادب باش به خدا تو خیلی با شخص الو وحید خدایی تو خیلی با شخصیتی.
گو خوردم. وحید به خدا تو با شخصیتی نوکرتم. تو بچه با کچلواری هستی، من دیدم. دوست دخترم پرون دیدا بود سر اینکه با تو لایو گوشتم رفت کجا فکر کرد رفت؟ من میگم خدا وایسا همون نقطه بود که اینجا به شما داده بودم. بچه کجا بود؟ یه طبقه پایین‌تر یا بالاتر. تکس هم داشتید تا حالا مثلا؟ یه بار داشتیم 15 بار تا صبح. بعد این 2 هفته بگذرن ولی من هر کی با تو دختر میدیدم میومدم پیشت یا میومدی مثلا دخترم میگفتم وحید خیلی پسر خوبیه، وحید به ما دست نمیزنه. آخه داوود من کمر 36 نباشه تو بگو حوریه بهشتی عمرن مترش میشه دستشه نمیتونه. حالا من 48 به بالا میزنم داداش. سلیقه‌ها فرق من که 300 هم زد دیگیری هم داشت، من یخچال مخچالی هم داشت، من مثلا یکی بعد اندازه یخچال باشه کمر رو بگیرم داشت. من خودت که میدونی قدم از تو کوتاه‌تره وحید، ولی بعد آدمای قد بلند یاره. مهمون تو ترکی دختر دعوت میکرد میومد میدیدم ابعادشو خب بیشتر باش میخندیدم فلان ولی جنسی کاری نداشتم. بعد میرفتم میگفتم وحید خارج است. خب نرون نمیشه وحید دیگه. خارجه نیست، وحید بچه با شرم و حیاییه، وحید بچه با شرفیه. دوست ندارم 36 کمر بزرگتر باشه زوره دیگه. حداقل از زمان دختر خاله ها یادته که تو آفرین. دختر خاله بالای 38 دیدی همه 36 بودن. 36 آفرین. بعد وحید تو کاریزمات خیلی بالاه وحید، تو بچه کاریزماتیکی هست. داوود چا یا میخوام بزنیم عشق کنیم بذار. داوود یادت شب رفتیم یه رستورانی که اصلا هیچ مادر قهوه‌ای نبود کی از اون عکس گرفته بود داده بود اون کسکشتن فردی. آفرین. اون اصلا اون تنلشه اصلا نیستم. یه نفر تو این دنیا دوست دارم ننش شغلش کنم. از کجا پیدا کرد وحید به نظرت؟ برگشت گفت وحید غذای قاچاق دختر میکنه نه آقا، من و تو رو برداشت دیس کرد، گفت دعواشون علکیه. کسکش شغلش اونجا پیدا کرد، دید مردم نگاش میکنن شروع کرد باز همه رو دیس کردن. شغلش از رو من و تو پیدا کرده کسکش زنجنده. میگفت سایت بعد سایت زد فلان بعد بیسار اصلا به این حرفا نمیخوره، پلشته کسکش شبیه کارمنده بانک پارسیانه، به این حرفا نمیخوره. یه ببین اون کونیه بود میگفت شیخم خارکست زنجنده. انقدر خواهی کردم اومدم تو ویلا با هم فیلم مصاحبه کردم. من انقدر تو مصاحبه ریده بودم توش افتادم زندان مصاحبه رو کرده بوده. یعنی سر این زهره صبور فکور میخواستم بخوشه بزنم خدا بیامرزه. اون خودکشی کرد یه سرش به این همین فردی میخوره. من ننه اینو باید بگم اصلا خیلی خب شغلش رو ما پیدا کرد دیگه. بعد ما شد رئیس دیسکونا، رئیس پاپارازی. حالا بگیرم من خودم بهش تجاوز میکنم، نگران نباش. یه دکتر حضرت عباسی کیکی رازی هم نیست پاپارازی کارکوسه میگو وحید 30 سال حبس گرفته. وحید از این جرم گرفته یه عکس شعرهای توهمی تخمی. ببین اصلا بایستی بهمون بگم، من تو لایو میشینم در مورد این شلغم حرف میزنم، صبح تا شب فوش میدم، همه نگاه میکنن. آب شلغمه؟ آره جون من یک کارتون بفرست ایران میفرستم، فردا برات میفرستم. راکیش هست آب شلغمش نیست. میفرستم راکی هم برات میگم بیارن 1 دقیقه. نه هست. میفرستم بری فرودگاه امام شیفت شب با خودمم میفرستم بیاد تو. وحید آنتنت میره اینجوری میشی. وحید بیا باش. داوود آخرین خواهی که از فرودگاه امام دارم گرفتن بردنم. آفرین وحید، ولی نه تو خودت رفتی، چشتو بسته بودن اینجوری باهات صحبت کردم، من ناراحت شدم. خودم ناراحت 10 تا شدم. استوری من گذاشتم ولی گفتن نه ولی آره بابا
ولی گفتم آقا قرآنم، خودش اومده، مفبری نکن اینجوری کن. ولی خدا وکیلی به جون مادرم نه یه دونه اینجوری به من زدن، به مرگ مادرم. بچه اولش های گفتم وزارت بچه های خوبی هم، وزارت اطلاعات سپاه آدم های خوبی هم. دست اطلاعات سپاه بودم توی خونه امن. داداشیه وزارت سپاه داداش من همشون. بعد انقدر این با اطلاعات سپاه دو سه تا حرف بهم زد. آقا سپاه جون تو داداشی مونن، سپاه من با داداشم باشون. من گفتم الان وحید میبندنه قپونی جوزت میکنن شیشه نوشابه تو اصلا اینا چونت. دروغه، چرا باید شیشه نوشابه تو چونت کنن؟ آخه من کاری ندارم، من خودم مخالف همه، ولی اصلا ما صبحانه همچین چیزی سم آوردن گفتم نمیخورم. گفت بالا آقا امام ما زمان بخور. همچین چیزی گفتم بعد دو پرس بده. لئو هم یه روز زمان حبس کشیدیم تو لئو. ولی خیلی باحال بودم. ببین داوود میگم تو رو گوش میدم، میگم نظرم لایف تو لایف بشی صدات پخش صدای من اینجا به این کلوفتی داره میاد، یه بار دیگه الان هم خوبی؟ وحیده میگه سلام خوبی؟ متشکرم. مخلصم. خاک پاتم. سلامتی وحید داشت. وحید انشالله یه روزی به جفتمون تو دفتر وزارت اطلاعات از همون بازجویی کنن، سلامتی اون بازجویامون. من که حضرت عباسی سلامتی تمام مراقبین سپاه، مراقبین وزارت، بازجوهای سپاه، سلامتی آقا امام خمینی. شربت میخورم، شربت حالا شهادت جفتمون رو با هم اعدام کنن انشالله. وحید. ببین داوود چند بار زندگی رو کردی؟ من خیلی بکنم زندگی کردم. اینقدر هم قشنگ نیست که آدم واسه زنده موندنش بجنگه. آفرین، پس وایسا بمیریم. بیا تنابا بندازم دور گردنت. نه داداش تام بنداز. به کار دارم. وحید میخوام بچه های لئو رو ببینم. وحید تنها آرزو حالا ابی نداره، من زود میدم حاملش کنن اونو انشالله. اوکی. بچه های سپاه ازت چی میپرسیدن؟ نمیگفتن داوود هزینه کجاست؟ نمیگفت دعواتون شوخیه جدیه؟ تک تکه به هم میگم مخبریم تک تکه سوالایی که از من پرسیده شد فقط و فقط همینایی بودن که همه میدونن. اسم سایت داوود چیه؟ خب اونجا زده. اسم سایت علیشمس چیه؟ اونجا زده. مگه من سایت دارم؟ اون موقع وحید حالا ولش کن، دارم اذیتت میکنم. نمیگفتن داوود باله یا بده؟ به جون مادرم گفتم میلاد. آها میگفتم میلاد آدمی قاچاق دختر میکنه. گفتم آقا به ابوالفضل مال این حرفا نیست. گو خورده اصلا اون ما به این میگه حرفا نمیخوره، دو جنس است خودش. چه آخه قشو. الکی الکی حالا اینجا رو گوش این کن وحید. دو تا بابکه بود. دختر گرفته اون بودن، دو تا دختر گرفته بابکه بودن. اومد میلاد و لاد داد. کار خیلی ببین دو گناه تا داره اون بابک. دختر برای من کار میکردن تو رستورانم، حالا نمیخوام اسمشونو بیارم. اطلاعات مشهد، حالا من نمیدونم خارکوسه از کجا اینا رو فهمیده بود، اینا رو گرفت. اینا رفتم ورود بزنم مشهد. هر چی آقا داوود میگه یعنی دوستتون نه نه دارم. بابا نه داوود میخوام بهت بگم. بعد گرفتن اینا رو، من حرف بد نمیخوام بزنم. گرفته بودن دو تا دخترا رو، چشاشون نگاه میکردن. داوود با داداشش چند دفعه در روز میکردنتون، چند دفعه لباساتون رو در می آوردن. دختره برگشته بود گفته بود اول اینکه آقا داوود. بعد از خودم آقا گوش چون میکنی؟ بعد از خودم غیر اول ترین آدم تو ایران خودت. آره. بعد بعد از خودم میگفت داوود ما کارمندش بودیم. گوش کن میگفت ما کارمند داوود بودیم. داوود حتی میومد تو مغازه میگفت چرا لباس باز میپوشید؟ گفت اصلا ما رو تحویل نمیگرفت. میگفت الکی نگو مامورا، الکی نگو. بنویس به ما تعارض میکرد. گفته بود به قرآن داوود کیرش هم ما رو حساب نمیکرد، چه برسه بخواد بیاد به ما بگه فلان. خیلی کارکسه میخواستن حرف دهن مردم بذارن. گرفتی؟ به خدا میگفتن داوود روزی چند دفعه لختت میکرده، روزی چند دفعه فایده شلوارت در میمون. فایده صبحانیه. خب باید رابطه داشتی؟ گفتم بله. با کی؟ خواهر ساشا به اطلاعات ما نشون میداد عکس دختر رو. میگم اینو میشناسیم هم نه اینو میشناسیم نه 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 نه. نه ولی بهشون بگو من آدمی نیستم به زیر دستام بزنم. فکر کنه مثلا من اینام که دختر مختار بیاد بغلم اینجوری حضرت میشم. به کیرم ترینه. اه. یعنی من
به کیرم ترینه. بعد دخترم گفته بودن اگه میخوای الکی بنویسیم به ما فلان کارو میکرد، ولی آقا داوود به پوشش ما هم گیر میداد. داوود به جون مادرم یارو زنش میبرد، یه بار یه زاریو زنش آورد خونه من 500 بده به جون مادر، هر کار دیگه میخواد من برم. اینقدر ترکیه آدم بی غیرت هست، اینقدر کار خیلی راه انداخته که داوود بزن برم ترکیه، جون مادره بهت نمیخوره، به لول دیگه نمیخوره، بزن برم اونجا. داشت من گرفتارم اینجا، اینترپولم داشت، جایی نمیتونم برم. نه بابا شما صحبت کن کار ما رو حل کن داشت، ما صحبت کردیم کار تو رو حل کردیم، تو صحبت کن. من به تنها جایی که رفتم به اون نمکی که با هم تو رستوران خوردیم فقط به خدا، نه نه به خدا، واژه، آره 100%. نه به تابله. ما رو گرفتن به کیرشون، مدارک هم ندارم، من الان بی هویت ترین آدم ایرانم، یه کارت بگیرم فقط اون پست داوود وا کدوم؟ الان ببین چیز زده بود اینجا دوتا کیکان اینجوری کوکائین، مثلا کوکائین باز زدی. اون موقع اصلا هیچ کی اینستاگرام نداشت، فقط من و تو داشتیم. بعد الان به پسر 22 سالشه. ببین بچهای سپاه پفک نمکی و کارخونه مالاشونه برای ما هدیه میفرستن کارتونی، دمتون گرم. خب خداییش داوود بچه های لوتیه من حرف مثل خود بعدی مگه میزنم، نه میگم پفک برام میفرستن. مثل خودمونم، پفک ولی نمکی مال کیه؟ ایران فدای تموم پاک شد دیگه داداش، مگه حرف بدی زدم داداش؟ حرف زشتی مگه دارم میزنم؟ ولی الله. اونو زدم تو کوکائین، فکر کنم تو از اونجا به بعد لغزش رو شروع کردی. نه 3 ماه بود پاک، امید پاش شکسته بود، گچ گرفته بود، گچ رو باز کرد، تازه بعد از باز کردن گچ دکتر کسخلش فهمید تاندولاش هم پاره شده. 5:30 صبح 2 تا رفیقای خودش که آورده اونجا کار خودش رو بکنه، در اتاق منو زد با جویز و سنگ و وحید میزنیم، یکام دوکام رفتم کرج خونه یه دیوید دختره. بکام. نه 5 تا خونه رفتم توی یه روز، همه دایرکتی، نمیشناختم. ولی یه سوالی میخوام ازت بپرسم، تو بچه روکی هستی، من مواد مخدر مصرف میکنم؟ فقط قلیون میشه نه واقعا راستشو بگو. به خاک آقا. اولا خدا بیامرزه انبات، خدا انبات تو بیام. مردم کسخلن، این میان میگن مواد، کسکشه موادی، من مواد برای صورت بزنم. یارو اصلا وحید میدونه. خب ببین من الان چجوری دارم مشروب اینجا میریزم میخورم، موادی هم باشم تو همین گوشی میزنم. یه شب اصلا این کاری 10 بار بهش گفتم بزنیم، نه وحید خودش نباشه یه شب دماغی مواقعی گرفت گفت بزن، میگفتم بابا من این کاره نیستم، نه حالا بخواد منو خراب کنه، میگفت میزنی بزن نه تعارف نکن. تولد محسن کونی بود، ناصر آزادی نبودن، یه تولدی هم بود، آفر ناصر اینا رفتن دیدن، ناصر اینجوری کرد وحید بیا برو، الان ما وای میسیم داوود نه دوره دعوا چه کنم. گفتم هیچ وقت یا داوود دعوام نمیشه، آفرین. موسیقی خودم برسونیم. گفتم نه بابا منتظر ساقی خود، هیچ وقت هم دیگه دعوام نشد، همیشه هم زنگ میزدم اوکی بودی، میومد خونم، تنها کسی که بودی داوود میومدی خونه پر پشته بود میومد اونجا، تنها کسی واسه این مشید گنده هستن چی بود گریبوز آردا فلان، همیشه دست پر میومد. بعد واسه آشپز تو مثلا میرم تو اون فلان کشم $2000 گذاشتم. داوود بابا دعاش منی داشت وحید، تو خودت امریکا، من تو دعاش منی قربونت برم وحید. ولی باید بیایم بریم دبی بشینیم بغلم، بذار ما مشکلمون حل شه. دوست دارم برم دبی، بیایم دبی
ببین فقط برای اعتماد اومد سمتمون عکسی $100,000 من نمیشناسم. بزن تو این بخور همینجا. شما خیلی فوتبالیسته؟ تنها کسایی که باش عکس نداری من و توییم. به خدا من نمیشناسم. آها همونی که تو چیز انگلیسه نمیشناسم. به خدا چیو میگی؟ من زنگ میزد به من تصویری و 3 تا دختر مثلا خارجی میاد و اسکایپ واتساپ که چیزه تو دبی چیزه میدونین که به دختر خارجی ها میگفت بگو فلانم فلانه وحید و فلان. بعد میگفت وحید کاش من تو زندگی بعدی تو باشم، چون من آب میخورم باید پول بدم، میخندم باید پول بدم، دختر بخوام سلام کنم باید پول بدم، همه چی رو باید پول بدم. گفتم چون پول داری. آجیش گیرم تو مرد و زندش. یه کاری نکن ما برمی فش بدیم. داشت فقر میانه میره دبی میشه اون که چونه هستم به این حرفا نمیخوره. حسابش نکردی هانی کرده من با هانی کرده اینقدر التماس منو کرد شماره‌شو بهش بدم دادم. من یه پست راجع برند دنیا گذاشتم، هانی به من زنگ زد فرق می‌کنی یا نه؟ گفتم الله اکبر الله اکبر از این همه جلها الله اکبر. به خدا برم استقلالی بهش گفتم هانی این شماره رو تو 2 ماه از من خایمالی کردی گرفتی. یخ بده. همون زنی خدا وکیله یه کیر تو نبود دنیا جهان وقت کردی. داداش من جاهل بودم، فکر می‌کردم هر کی تو اینستاگرام معروفه باید بکنمش. بابا من خب در 2-3-4 ماه 5 ماه زودتر شما رفتم تو بری دوزو میداد 1000 شبی به خدا شبی 1000. البته الان مادر شده مقدسه گناهاش هم بخشیده شده، فقط ما پسرا کونه اون بار هست. این حالا دختره همه کار میکنه یه شیکم میذاره میره بهش زیر پای مادران هست. آقا ای کاش ما هم حامله میشدیم حضرت عباسی. آفرین آفرین آفرین. اسم 4 تا خارکسته رو این زیر میاری تو بمیری مردم هم نمیدونن چی به چیه. همه اینایی که داشت فرید اسم میبره تو بمیری آرزو دارم من از نزدیک ببینن. قربونتون برم. از حالت یکی اسم میبرم نه این اسم خارکسته ها رو اسم میبری یارو اومدی میگه من فلان فلان خارکسته اینا آرزو دارم من از نزدیک ببینن. الان دختر اسم میبرم دختر ولی به جون مادرم تتر کاری ندارم یا آهنگ عجبشون جنده ها رو درست دیدم مادر شدن مسلمان کافر شدن واقعا جنده ها مادر شدن و بهشت هم ببین رفت تتل پسر خوبیه میتونه خدایی الان که ببخشیمش این مادرش رو بفرسته. ببین بابود تو بگی یک دونه ببخشش میبخشم. یه دونه مغز داره 1500 تا اتاق فکرش بنا کردن هر کاری کرد یه مجوز ندارم به این آهنگ بخون تو تهران. بعد یه کونی مثل حامد همایون، یه چاقالی مثل حمیده ایران، یه ابنهی مثل بهنام بانو، یه کسمشنگی مثل مهراد جمع، اینا باید بیان کنسرت بزن. تدوین ترند نبود خدایی با آهنگای تتلی ما خاطره داشتیم دیگه نداشتیم باحال بود. شخصیتشو کیرم توش شخصیتی کیرم توش آهنگش خوبه. موهامو دارم مسخره میکنم. آلندولن کیره تو بخوره. عشق منی بابا. آقا تو بگی با همین تتلو آشتی کن به خاطر تو میکنم. نه به من که دعوای سنگین کردونم بهش شب کنسرتش استوری میخوای گذاشت آشتی کنیم فردا بیاد تو لایف کیره تو بخوره داشت. داوود به جون مامانم مثل خودت خیلی بچه خوبیه دورش آدم خارکسته زیاده اون کوروش کونی هر چی خارکسته است ببین مثل بختک افتادن رو این کونه. آفرین. البته خودش هم
ذره کونه هست آقا شخصیتی من اصلا قبولش ندارم. میبریم ترکش میدیم، میبریم کمپ ترک احتیاط ترکش میدیم توبه کنه کسکش. ترک چی بدی میمیره. تو ترک ولی به خاطر تو همین تطلو میبخشم. میلاد حاتمی هم یه دعا کن من آزاد با شه. تطل دیگه داشتم. مادرت مثل مادرمه دیگه، کاری باید ندارم به خاطر وحید. دعا بده من دست. بود هر دل یه آرزو کن ایشالله میلاد هم آزاد شه. اعدامش حالا کن. من زیاد ایشالله همه آزاد شدن، ولی میلاد میگم میلاد ببخش تطل رو به عشق تو داشت، عفو ابدی دادم تمام. میلاد واسه تو 5 سال حبس گرفت درسته؟ رفت شکایت کرد. بله 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 جون مرتضی عقیلی ببخش. جان من ببخش. دیگه تو میگی اونم بخشیدم، بچه اونم با خانواده‌اش رو بخشیدم. ایشالله برگرده پیش دخترش. ایشالله ایشالله. خانم تارا محمدی، وحید داداش خیلی وقت کس نیده، اگه میشه یه کسی به داش وحید ما بده اگه تهرانی. به خدا پوست پوست شده داود دیگه من نمیتونه. میدونم شما چون نمیری از خونه بیرون، گفتم آقا وحید چند وقت نیده، اگه میتونی یه کسی به داش وحید ما بده، آدرس بدم بگم با ماشین به دنبالت. نه بایستا شاه این نیست رفت. من مستی کردم. نسی؟ خدا میز نگاه چی چیدم؟ میگم میز نگاه تو 5 دقیقه چی چیدم؟ جمع خدایی همه رو خوردیم. وحید رفت. بچه ها دیگه من با همیشه رو رفیقم به خدا دیگه هیچ وقت بهش روش نمیدم. وحید ایستی ازم خواسته، رفیقمه، رفیق قدیمی من. یه به عشق وحید که داشمه یه تتل بخشیده شد. وحید بی بالا سلامتی خودتون. چوچولی میمونه چوچولی خود. وحید جان تو دیسکو بودی با این یارو پسره بود چی بود شوتبال بود یه پسره با هم صحبت کردن نیده بودیم چه حرفایی بهت زدم نیده بودیم همون یادته آره گفتم داشت اینا هم مادر جنن فلانم بیسارم ای کاش اون موقعی که اومده بودی دیوان میگرفتی یه واحد اینجا میگرفتی یه آره والا وحید من هست از تلبسی من با هیچ که حال نمیکنم با تو آبم توی جوب میرم چون خودتی همه فکر کیری آفرین. ایشالله آزادی میلاد حاتمی من اصلا میلاد حاتمی باشدم میلاد هندی یه روز تیر میخورد یه روز شبیه هندیاز شبیه هندیاز آفرین نه مثل دل. ولی داوود خیلی زندانی آزاد کرد خداییش آره بعد زبونم باز گرفتم. آره. ببخش ایشالله از ته دل آرزو کن ایشالله اوکش بشکنه آقا همه بنده سال مشکلاتشون هر چه داشت میلادم که تو میگی من اونم البته مشکل، ولی تتلو بیشتر باید داشت مورد عفو قرار بگیرن. تتلو بیخوایه است همین الان باشه بیاد ایران 2 سال بعد بره بیمارستان بخوابه تا ترک کنه خب این 2 سال رو زندان ترک داداش با خدا ترک میکنه، آدمی درست بهش نخورده، میومد اگه پیش من الان آخر وقتش به خیر بود. به جون مادم پویان علیشمس این رو کی بود شونی میرفتن اجاره خونه هاشون هم همه دوستان برم داوود میگه به خدا اگه چه من راه بهش نشون نمیدم پول در بیاره، به جون تو هم پول در بیاره هم مواد نزنه. ولی من نیومدم من داشتم می داشت تو خودت قطب می من ولی تو هم میومدم میومدم ولی تو میومدی ولی هی میرفتی فرداش خوش میدادی. ولی همون هم که میومدم باز به عشق خودت میومدم خدا وکیلی نقشه جیبتو کشیده بودم با کار با پول داشتم جون مادر من پولکی هم هستم من اصلا به جون مادرم دنبال پول نبودم یا باشه بخوریم 100 تومن کمتر بیشتر وقت میگذره ولی یه سری یه 5000 لازم داشتم کیری یادته آقا یه اینقدر داد
من خوردم دل درد گرفتم. آره برو فقط پیش داوود بگو وحید گفته 5000 لیره بده. اصلا به منم زنگ نزد. دودش آورده بود. دیگه نمیدونست راست میگه راست نمیگه. میدونی لنگ چی بودم 5000 لیره؟ چی داد؟ 3 تا کس ترک خفن دارد کرده بودم. بگم کوکو مشروب اون 5000 لیره خرج 3 تا کس شد. دمت گرم. بعد بهادر وحشی تو فرنگی میریخ چی بود؟ ای خدا اسمش چی بود؟ منزل آفرین. بعد به هم میگفت چرا دختر نشون میدی؟ بهش میگفتم بابا تو تو زن خودت تو فرنگی نریز بخور چونی بلد غیرت رو خیلی خیلی به درد نخوره. به جون مادر به درد نخورترین آدم تو استانبول بهادر وحشی. به مرگ مادر. حلشه به این حرفا که نمیخوره ولی کلا بابا چپل چلاق خسیس هر آخر هفته حداقل 2 ماه خونه ما بود. تو بگو یه دونه شیشه ابسولوت قاز منم کش. کلی من فش خوردم سرم قازه بازه رو ماشین خودت سرشو بریدی؟ من به کسم من بخندم. من لو رفتیم تو اتاق در رو بستیم. گفت وحید کدوم رو بکشم؟ رو ماشین بودم. گفتم اونی که چشش چپه. از اون اول فیلم گرفته بود تا اون آخر با اون رضا خوشمزه کونی. رضا خوشمزه کیه؟ همین که آشپزی برات میکرد؟ آره اومد رستوران من گفت برات آشپزی کنم. آره گفتم برو قسمت توالت. گفتم مثلا توالت رو میتونی شستشو بدید من بیام اونجا. الان هم ثبت نام توالتمون پره. بعد بری بعداً بیای. بعد یه سری رفتارهای تو رو یاد میگرفتم داوود. آشپزت باید 6 متری دست به سینه وایسه. همه سیخ دوره من همه سیخ وای میستن. حق نشستن کسی نداره. من با مهمونم قاطیشون میکردم. میگفتن انسانم. ببین انسانم. ببین ناکن مهمون اسمش روشه، کارمند اسمش روشه، آشپز اسمش روشه، توالت پول اسمش روشه، راننده هم اسمش روشه. درسته؟ آره نمیشه که داشت بگم خودت که داوود خدا وکیلی قدیمی ترین رفیقم اینجاست. آره خدایی. صدا بس جانم داوود یه چیزی بگم. یه دختری به اسم ایکس اسم لو رو واسه من تو تهران انتخاب کرد. گفت من بچه طلاقم دارم نفت و گاز بین الملل میخونم. بعد من کسخل 3 سال تصویری با این واتساپ حرف بزنم تولدش پول بزنم اینا اومدم وزارت گفتم میخوام ازدواج کنم. گفت شماره‌شو بده من میخوام باهاش صحبت کنم. بعد 2 هفته زنگ گفتم ملیکا بهت زنگ نزدن؟ گفتم نه. به ضابطم گفتم گفت ببین وحید این با فلانی فقط به خواجه حافظ شیرازی نداده. دوستت میتونه باشه ولی این نه نفت گاز بین الملل خونده، این نه دیپلم داره، این با رفیق جینگ سونیا حبیبیه، این همش دبیه. ببین من چقدر سونیا حبیبی چی بود؟ سونیا حبیبی چه آشناه. سونیا حبیبی هم دختر خوب. سونیا حبیبی زنگ زد یارو به من گفت شماره داوود از اینا رو من میدی؟ گفتم میخوای چیکار؟ رفته زیرای منو پیش برایان اعتماد زده. گفتم داوود برایان کیرش هم حساب نمیکنه. به مولا من نمیشتا. برایان کیه؟ به ناموسم من بشناسم. برایان چه کسکشیه؟ آره من میرفتم پیش برایان 5 دلار میگرفتم. گفتم خب نوش جونه کس میدادی میگرفتی دیگه جنده. ولی داوود من فکر نکنم به برایان چیزی راجع به کسموس بگه. چون اصلا داوود کسی کیش حساب نمیکنه. اون که حالا نمیکنه واقعا. بده میخوام گفتم برو چیه داری میخوری؟ وحید اون چیه هسته؟ کالباس دیگه حال ندارم. کالباس ایران رو داری اونجوری به اون بنا میخوری. کالباس ایران اینجا بود ما ریز ریزش میکردیم مزدش تو دهنمون باشه. این حوصله نداریم. میتونم بفرستم برام. چی میخواد بگو بفرست. همین که گفتی انگار اینجا 100 کیلو کالباسه داداش. عشق منی. همه چی میفرستم. سلامتی داشت وحید.
میرم یه روزه میفرستم. میرم هیکلت با این مسافر برید. میاره اونجا. هیکلت، وجودت، رفیقت، سایه خون، همتون بچه محلامون که اونجا فقط تمام تو. سفره داریم واقعی. جون مادر من بالای چقدر غذا خوردم تو رستوران. یه ریاضی تو یه نوش ریاضی. جونت بچسب به هیکلت. آدم این بعد خودش معلوم. داوود فتفات اینجا خیلی مشخصه توست اینجا. چاکر بچه محلای من دوست دارم. من بچه محلا همه عزیزم برای من به همشون رفیقم، اونا هم به من رفیقم. همشون. یکیشون گفت ببین یه 7 تومن دادم یکی واسم کوک بیاره. فرشاد بود، فرشید بود، چی بود. من میدونی چجوری شناخت؟ با 3 تا دختر بود تو محرم. عمو وحید غذای ماچ کرد و عکس گرفت و اینا و زنگ زدم من ساقیم 7 تومن زدم. یه 6 تومن یه بار زدم آورد. بعد امید نبود. خب من اینو آوردم بالا به سر رو با هم زدیم و این رفت و بعد یه بار یه 7 تومن با همین تهرانی رفته بودیم کردان. من با زنش عاشق جون مادر امید جون مادر در واقع خاک مادر بزرگی فرشاد تهرانی جلو چند نفر بود من دست و پای وحید میبوسم منو با زنم آشتی داده. 50 نفر. چند بار گفته وحید به من خیر داده. اون 1000 بار. ببین من زندان بودم نه من دارم ماست با چیپس میخورم، چیزی رو هم نمیخورم. گفتم چه بذار لایو بذاریم با داداش حال کنیم. خیلی وقت بود هم دیگر رو ندیده بودیم. ما هم گوش میکنیم حرفای داشتمون. دروغ گفت. کی رو گفت؟ موافقم اینا همه میان به من نمیشناسم. چی اتفاق. مثلا حواسمون تو لایو بچه ها، ما رفتیم لایو میبینم تو خدا وحید ما هم رفتیم میبینیم داشت